خانه‌هایی که خوب میکشند یا همون گوشتای اونا را اوپاکوفکا میکنن یا رستوران هایی که مثال عرق میارن و شما عرق های اونها را میفرارین یا قبر برای همون آدمای نصرانی و مجوسی میکنین یا کلیسا برای اونها میسازین، همه اجاره است. درست در اینا. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که ما در یکی از شهرهای روسیه به بیناکاری مشغول هستیم و حالا کاری که انجام میدهیم این پوشیدنی کینو تئاتر هست، یعنی یک خانه فرهنگی و خانه‌ای که در اونجا یعنی فیلم ها و